المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواه بخاری. دوستان عزیز، حدیث بخاری شریف را امروز برایتان بسیار مختصر تشریح میکنم. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرمایند که المسلم، مسلمان، من کسی است که سلم المسلمون، در امن باشد دیگر مسلمان ها، من لسانه و یده، از زبانش و از دستش. والمهاجر، و مهاجر کسی است که من هجر، کسی است که ترک بکند ما نهى الله عنه، از او اعمالی که الله متعال انسان را منع کرد. در این حدیث شریف مفسرین حدیث و شارحین حدیث می فرمایند که در اینجا هدف از المسلم مسلمان عام نیست، بلکه مسلمان خاص است. یعنی مسلمان ها دو قسم میشه، که مسلمان عام است، هر کسی که کلمه میخوانه و به توحید، به یگانگی الله متعال ایمان داره، این مسلمان است. حال اگر این مسلمان به دیگه مسلمان ها ضرر میرسانه، یا توسط زبان خود یا توسط دست خود، این کافر نمیشه، هنوز هم مسلمان است. اما در اینجا وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که المسلم، مسلمان کسی است که من سلم المسلمون من لسانه و یده، که دیگه مسلمان ها از ضرر زبان ازی و از ضرر دستش در امن باشد. اینجا هدفش مسلمان کامل است. مسلمان کامل کسی است که دیگر مسلمان ها از زیان و از ضرر و از اذیت و از آزار زبان ازی و از آزار دست ازی در امن باشد. همچنان مهاجر هم پیامبر صلی الله علیه و سلم اینجا تشریح میکنه که والمهاجر، و مهاجر حقیقی کسی است که من هجر، که ترک بکند ما نهى الله عنه، از چیزهایی که الله متعال انسان نهی کرده، منع کرده. به این معنی که مهاجر کسی است، هر کسی که از یک کشور به خاطر حفظ ایمان خود، به خاطر حفظ دین خود به یک کشور دیگه سفر میکنه، امیر هجرت میگه. چرا که هجرت از ترک گرفته شده، ترک کردن گرفته شده. این وطن خود ترک میکنه، به یک وطن دیگه میره، ایره میگه مهاجر. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم در این میگه مهاجر حقیقی کسی است که ای از دیار معصیت، از دیار نافرمانی، از دیار شرک به دیار توحید، به دیار یکتاپرستی، به دیار فرمانبرداری و طاعت و بندگی انسان چی بکنه؟ هجرت بکنه. یعنی مهاجر حقیقی کسی است که گناه ها را ترک کنه. حال اگر یک انسان دروغ گفتن را ترک میکنه، اگر یک انسان گناه را ترک میکنه، اگر یک انسان غیبت را ترک میکنه، اگر یک انسان چشم چرانی را ترک میکنه، اگر یک انسان چاپلوسی و نمیمت و سخنچینی و شراندازی و بینمازی و رشوه و غیره، یعنی تمام از این گناه ها را، هر گناهی را که انسان ترک میکنه، به طرف مهاجر حقیقی یک قدم نزدیک میشه، تا که بالاخره انسان به درجه میرسه که پیش الله متعال امو مقام مهاجر حقیقی را میگیره. یعنی انسان به حالت میرسه که گناه ها را ترک میکنه و انسان مسلمان زمان مسلمان کامل میشه، ایمانش کامل میباشه، پیش الله متعال خیلی محبوب میباشه، که دیگه مسلمان ها از ضرر زبان ازی و از ضرر دست از انسان در امن باشه. دوستان عزیز، توسط دست خب ما میفهمیم که به یک مسلمان انسان چطور ضرر میرسه. از یک چیز بسیار کوچک و خرد گرفته، مثلا اگر یک انسان کثافات خود میگیره در بشوی دروازه همسایه خود میندازه، یک بوتل جوس یا یک بوتل یا مثلا یک قطعه آیس کریم یا یک پوش بیسکیت
یک چیز را میخوره و در راه روان است، میره میگیره در سر راه مندازه، یا در پیش روی خانه یک همسایه مندازه، یا در مقابل دکان یک کس مندازه. خب همین یک اذیت است. تا اذیت کلانی که مثلا یک انسان کسی کتسیلی میزنه، یا یک انسان مثلا کسی امرایش جنگ میکنه، او را لط و کوب میکنه بنا حق، یا دزدی میکنه مثلا، یا تمام اضرار دیگه. شما فکر کنین که توسط دست انسان به انواع گوناگون میتونه که به یک مسلمان ضرر برساند. بناهن این چیزی است که انسان به نزد الله متعال انسان گناهگار معرفی میکنه، انسانی که مؤمن کامل نیست، مسلمان کامل نیست اگر دیگر را از ضرر دست ازی در امن نباشه. یعنی تمام وقتی که دست میگه هدف از تمام چی است؟ تمام انواع حرکات و افعال را شامل میشه که دیگه مسلمان ها را توسط از یک کسی اذیت بکنه. و وقتی که زبان میگیم تمام کلمات شروع میشه. مثلا یک کلمه که میفهمیم که اگر در اینجا مثلا ما این سخن بگویم این مسلمان آزرده میسازه، یا یگان تا مثلا در کنایه یک بیچاره را عیبش بیان میکنه، یک غریب مثلا هم غریبیش روزای بعدش یاد میکنه که فلانی این رقم بودال آمده ای، خدا بالا میگیره. یا مثلا یک انسان بیچاره قدش بخش است، او را به یک لقب بسیار بد و به یک نام بسیار بد صدا میکنه یک کسی. تمام انواع اذیت و آزارها را شامل میشه. بنابراین اگر ما میخواهیم که مسلمان کامل باشیم باید دست و زبان خود را در کنترل داشته باشیم. اگر میخواهیم که به نزد الله متعال مهاجر معرفی شویم، ثواب هجرت را بگیریم، باید که دیار گناه را، کشور گناه را ترک بکنیم، گناه ها را ترک بکنیم، به طرف فرمان برداری و طاعت الله متعال رجوع بکنیم. الله متعال توفیق بده همه ما شما را که به حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم عمل بکنیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد